انسان مثل اسب. این اسب بهترین مقصد میتونه تو رو ببره، بارهای سنگین تو رو تحمل کنه. شما میگه آقا من افسار این گرفتم، تو دست تو گذاشتم، سفارشتم کردم، محکم بگیرش. این اسب کله میزنه. حالا اگر این غفلت بکنه، اسب کله بزنه و افسار از دست خودش در بیاره، چه کارش میشه که؟ افساره که از دست در بره همین میشه.